روز چهارشنبه فاطمه العلی 26 ساله با آرزوی دیرینش رسیده در پایتخت ایالات متحده آمریکا با دسته هاکی واشنگتن کپیتالز تمرین نمود. سال گذشته ورزشکاری نامدار سابق کاپیتان دسته واشنگتن کپیتالز پیتر بوند را اثنای زیارت از امارات متحده عرب شاهد داوری فاطمه در یک قوه‌آزمایی دسته های مردانه هاکی شد. وقتی بوند را هنری هاکی بازی و حرکت فاطمه را در روی یخ می‌بیند، به حیرت آمده تصمیم می‌گیرد که این هواداری دسته‌شان را به واشنگتن دعوت کند. ماهی روان در چارچوب برنامه لیگ ملی هاکی با نام هاکی برای همه، بوند را که یکی از ماموران واشنگتن کپیتالز می باشد، فاطمه را به زیارت از پایتخت ایالات متحده آمریکا و شناسایی با هاکی بازان دسته دوست داشته‌اش دعوت کرد. به حیث هاکی بازی حرفه‌ای من از هنر او تعجب کردم. کس باور نمی کند که او در طول همگی 6 سال چنین ملکه و هنر را از خود کرده است. فاطمه امکان یافت با هاکی بازان واشنگتن کپیتالز از جمله هاکی بازی دوست داشته‌اش الکساندر اویچکین که ماهی گذشته صاحب چوگان طلایی لیگ ملی هاکی شده است، تمرین کرده هنر خود را نیز نمایش دهد. این خیلی خوب است. واقعا او شخصی بزرگ است. او آرزو داشت که به اینجا آید و با من و دسته امان واخورده قوه‌آزمایی را تماشا کند. این خیلی خوشایند است. خود فاطمه هم تصدیق میکند که هاکی بازی را خیلی دوست می‌دارد و از این سفرش خیلی خوشحال است. این بازی گوناگون شکل است. عمل دارد، داد و گرفت دارد. شما شاهدی برخوردها، حرکت، هدفگیری و ضربه میشوید. قوه آزمایی با سرعت است. کس حلاوت میبرد.